با گذشت 6 ماه از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل روسیه افتاواز برای نجاتش تلاش دارد. در ماه مارس کارشریک فرانسوی افتاواز شرکت رنو روسیه را ترک کرد و باعث قطع شدن استحصال اتومبیل در این کارخانه گردید. ابتدای تابستان امسال حکومت روسیه گفت تولید ماشین در افتاواز که 42,000 کارگر دارد احیا می شود. در همین حال سرنوشت 3200 کارگر شعبه افتاواز در شهر ایژیوسک روشن نیست. مأموریت کارخانه گفته است که فعلا با احیای تولید اتومبیل در قرارگاه مرکزیش در شهر تلیات بند می باشد. مأموریت افتاواز حاضر بود است به کارگرانی که به قطع همکاری موافقند 200,000 روبل جبران یک دفعه نپردازد. هفته گذشته الکساندر کنیازف جبران پولی گرفت و از کار در شعبه افتاواز در ایژیوسک دست کشید. برای من بهتر می بود که صرف نظر از جدول نامنظم کار و کمبود قسم‌های احتیاطی در این کارخانه می ماندم. من مخصوص برای کار در اینجا کارکرد فلزات در تولید اتومبیل را آموختم، اما حالا درک می کنم که نیاز بزرگ به دانش و مسلک من نخواهد بود. اگر کار از آغاز شود هم میزان تولید ماشین و احتیاج به متخصصان مثل پیشتر نخواهد بود. کنیازف در یک کارخانه همین شهر شغل با معاش 45,000 روبل پیدا کرده است. معاون سروزیر جمهوری ادمورتیای روسیه تاتیانا چوراکووا میگوید کارخانه مشهور تولید اسلحه کلاشنیکوف علاقه 100 کارگر افتاواز را با شغل دائمی تامین کرده است. در 6 ماه گذشته تامین شهروندان به شغل با سرعت پیشرفت کرد. این روند در تمام گوشه‌های کشورمون جریان دارد. شماره جای‌های خالی کاری افزایش یافته است. در ادمورتیا 5,000 نفر بیکار است که اکثرا در ایژیوسک به سر میبرند. در برابر آن 18,000 جای خالی کاری داریم که تخمینا 5 مراتب بیشتر است. در جواب به نامه ریترز درباره شماره اختصار شده ها در شعبه ایژیوسک کارخانه افتاواز معلومات نداد، ولی تاکید کرد که روز 29 آگوست در شعبه این شهر اولین اتومبیل الکتریکی روسیه به نام الارگوس راه اندازی می شود. وزارت اقتصادی روسیه هم از دادن توضیحات درباره سرنوشت کارگران ساحه ماشینسازی روسیه خودداری کرد. به گفته معاون سروزیر روسیه تاتیانا گولیکووا ماه ایون امسال در این کشور همگی 236,000 نفر قسماً و یا پوره در رخصتی بودند. آنها به آمار رسمی بیکاران که شمارهشان در سراسر روسیه به 3 میلیون نفر برابر می باشد شامل نیستند. خبرگزاری ریترز یادآور می شود که در 6 ماه گذشته شرکت‌های جهانی تولید اتومبیل به مانند فولکسواگن، نیسان، هیوندای، میتسوبیشی و ولو کار در روسیه را متوقف نموده کارگرانشان را به رخصتی فرستادند. شماره آنها به 14,000 نفر برابر است. این وضع به صنعت اتومبیل سازی روسیه تأثیر منفی دراز مدت داشته می تواند. بر پایه آمار رسمی حکومت روسیه سال 2020 در این ساحه 400,000 کس مستقیما شغل ورزیده، تخمینا 4 میلیون کسی دیگر در ساحه‌های مربوط به تولید و تامین اتومبیل مشغول بود.